با نام خدای مهربان. سلام، نور، برکت، عشق و زیبایی در خاندانتان. امیدوار هستم همگی خوب و صحت و سالم و بردم هستید. برنامه جدید کتابخانه است و باز با یک صحبت دیگر در خدمت شما خواهیم بود و امروز یک موضوع خوب را مطرح خواهیم کرد و در مهمانی ما قرار دارند یعقوب حلیموف، روزنامه‌نگار و تحلیلگر و تحقیقگر. یعقوب، برنامه خیلی خوش آمدید. تشکر که دعوت را پذیرفتید. موضوعی که امروز ما سر آن و اطراف آن بحث میکنیم این در باره کتاب است، چون برنامه کتابخوان و ترجمه هایی که روز تا روز در جهان مشهور میشوند و بسیارها هم تلاش میکنند که در باره خودشون سیاستمدارا، کارشناسا، نفران موفق در زندگی تلاش دارن این شب روز بیشتر چون این کتاب ها رو بنویسند، ولی نه همه این موفق میشوند. چون که ما میدونیم. سر اول به برنامه خوش آمدید و به این سوال پاسخ بگویید که چرا امروز این کتاب ها مود میشوند در جهان امروز. بسیار سپاس دلیر. به نظر من مقلد بودن یعنی تقلید کردن یکی از خصوصیت های یا ویژگی های جامعه بشری است یا بیشتری مخلوقاتی که خداوند آفریده است. ویژگی اینا هست که از گذشته ها، از کسایی که زندگی برجسته داشتن، زندگی نمونه‌ای داشتن، از اونها تقلید کنند و همین خاطر آثار اونها رو میخوانند. به نظر من یکی از دلیل هاش همین است. مثلا انسان وقتی به یک بحران، به یک کوچه سربسته گرفتار می شود، روبرو می شود و تلاش میکند در زندگی دیگر رو بیند که اونا چگونه مثلا همین بحران و همین کوچه های سربسته رو پشتی سر کردن و راه برون رفت پیدا کردن. یکی از دلیل‌هاش شاید دلیل‌های زیادی دیگری دارد، اما به نظر من اون چیزی که به نظر من به ذهن من میاد همین باشد. وقتی که یک نفر موفق در یک گوشه دنیا یک کار انجام میده، یک حرکتی انجام میده، یک کارخانه بزرگ رو میذاره در دنیا معرف میشود، اون خصوصیت خاصی همون منطقه، همون محل و سرگذشته خودش دارد. همون تقلید کردن، کپی کردن، نسخه برداری کردن تا کجا برای یک جوانی که مثلا از تاجیکستان میشیند و سرگذشت یک نفر را میخواند، حالا پیامبران و مصلحگران جهانی اینا بگذارم یک طرف و نفران دیگری که در دیگر سمت ها فکر میکنه تا کجا با نفع کار است این مثلا. بسیار درست است. این نکته بسیار یک نکته جالب است. اگر توجه کرده باشید در شبکه‌های اجتماعی یک نوشته بسیار میچرخد، مثلا یک سخنور یا به قول اراتور غربی وقتی سخنرانی میکند، معروضه میکند در جمعی از مردم، یعنی در جمعی از هوادارانش، سخنهای یا که مثلا همون به اصطلاح کتابهایی که انگیزه دهنده هستند، موتیواسیونی، و همین سخنرانی های خود در حضور مردم میکنند. توصیه میدهد که شما اولین کاری که میکنید باید از منطقه کامفورت خود، از منطقه براحت خود باید خارج شوید و مثلا از بحر این خورد و خواب و از بحر زندگی مجلا گذارید و بعد شما به یک سطح میرسید. و در پایان همین نوشته مثل یک نوشته شعار ماننده هست که میگه که جوان افریقایی میگه که برادر آخه من یک عمر در زندگی در محیط غیر کامفورت زندگی کردم، چون با این محیط خارج شوم. یعنی خلاصه درست است. اون چیزی که در جامعه های دیگه موفق شد و ساخته شد و تجربه شد و نتیجه داد، ممکن است در جامعه های دیگه وابسته به ویژگی های همون جامعه، ویژگی های روانی همون جامعه ممکن که مطابقت نکند. اما این کتاب ها انگیزه میتیند. مثلا یک کس فرض کرده ماندلا یا استیو جابز یا مثلا هنری فورد در جامعه خودش با شیوه های خودش طرزی برخورد اطراف با مثلا دیدگاه و عقیده هاش اون پیروز شد، میتوند با ما انگیزه تیاد که با نظر داشتی ویژگی های جامعه خودمان یک راه، یک نقشه راه ترتیب تیم و برای محقق ساختن آرمان هامون تلاش ورزیم. شاید 200 سال اخیر یا 100 سال اخیر شخصیتی به مثل نیلسون ماندلا، چه گیوارا، مهاتما گاندی، هنری فورد، استیو جابز، به همین گونه شخصیت ها خیلی در دنیا مشهور شدن و پیوسته این کتاب ها در جهان فروخته میشن و سرگذشت اینا خوانده میشن. فکر میکنید موفقیت این اشخاص که اینقدر اندیشهشون در جهان پنهان شد و خوانده میشود و کتاب هایشون نشر میشود چی بود از به فکرتون؟ از چی بود از موفقیتشون؟ یک سخنی با حکمت است که به کی رفت میتیان، به ابن خلدون رفت میتیان. اگر من اشتباه نکنم یا ابن خلدون است یا ابن سینا، از این دو بزرگوار به یکی از اینا رفت میتیان که میگن تا زمانی که
آفتاب از مشرق طلوع میکند، یک کاری که یک انسان انجام داده است برای انسانهای دیگر هم انجام دادنش امکان دارد. یعنی اگر تلاش کند و از خودگذشتگی و همت نشان بدهد، مثلا میتواند سرنوشت دیگرها را انجام دهد، یعنی تکرار کند و با راه دیگرها رود. اون چیزی که مثلا اینا رو شخصیت کرد، اون چیزی که اینا رو نام اینا رو جاودانه یا حداقل تا زمان ما رسانید، اون است که واقعا اینا همت نشان دادند، اینها از خودگذشتگی نشان دادند، اینها از بحر هوا و هوس گذشتند و تلاش های بیشتر کردند و به آرمان های خود رسیدند. ناپلیون با یکی از دوستانش نشسته است الکی وقتی که اون سرفرمانده هست، یعنی خود را امپراتور اعلان کرده است و نصف از اروپا را غصب کرده است و پیشروی های نظامی زیاده دارد. با یکی از دوستانش نشسته است و دوستش میپرسد که ناپلیون شما چی ویژگی دارید که به همه این موفقیت ها نائل شده؟ میگه من فهماندنم مثلا این شرح دادن برای من دشوار است، ولی توسط یک تجربه میتونم به شما شرح دهم که چگونه شد من موفق شدم. و این تجربه این بود: ناپلیون انگشت شستش را به دهنی دوستش میگذارد و انگشت میگه که انگشت شستت را به دهنی من گذار و میگه با فرمان من یک دو سه با تمام نیرویی که داریم انگشت همدیگر را میگزیم و فرمان صادر میشود. خلاصه اینا شروع میکنن به گزیدن انگشتان همدیگر. انگشت ناپلیون در دهن دوستش است، انگشت او در دهن مثلا انگشت دوستش در دهن ناپلیون و هر دو میگزند، شروع میکنن به گزیدن. یک چند ثانیه میگذرد، شاید حدود یک دقیقه میگذرد که دوستش میگه که من تسلیم شدم، میگه بس، میگه کفایه است. بعد میگیرد انگشت شست از دهن همدیگر میگیرند. ناپلیون میگه که اندکی دیگر مونده بود که من تسلیم شوم، ولی اول تو تسلیم شدی. من تلاش کردم که کمی دیگر صبر کنم، یک ذره دیگر صبر کنم، از مثلا نیم ثانیه دیگر، از نیم ثانیه کمتر دیگر صبر کنم. میگه مثلا من زیادتر برداشت آوردم، من زیادتر داشت آوردم و شما زودتر تسلیم شدید. یعنی سری موفقیت من در همین بود که کمی تلاش زیادتر نشان دادم، کمی همت زیادتر خرج کردم و به این سطح رسیدم. و همین بزرگوارای دیگری هم که در طول تاریخ بودن، نسبت دیگران، نسبت افراد دیگر تلاش زیادتر انجام دادن. خلاصه این که مردان بزرگ همت دارن، اراده و همت دارن و مردان کوچک فقط آرزو. یعنی همه میخواهد که در چنین جایگاهی باشد، به چنین مقامی رسد، ولی این تنها آرزو است و همت و تلاش و خلاصه اراده نشان نمیده. یعنی صبر، تحمل، ایستادگی، از خودگذشتگی این شخصیت ها رو به اینجا آورد. یا خب شما در این موضوع من فکر بسیار میبینم که مطالعه زیاد میکنید در کتابای ترجمه حالی. آخرین کتابی که خوندید چی بود و اگر مشخصا سر یک کتاب مشخص یعنی بحث کنیم و در نمونه همین کتاب نشون میدیم که این کتاب واقعا چقدر کتاب انگیزه میدین یا نمون موتیواسیون میگیم به آدم ها میدین و برداشت ها از این گونه کتاب چی است و چی کتابی بود و چرا شما رو زیر تاثیر قرار داد این کتاب؟ خب من مثلا این کتاب هایی که بالای میز هستن در پیش روی ما هستن، مثلا زندگی نامه هنری فورد اصلا تلفظ تاجیکیش هنری فورد است. هنری فورد خوندم که این مؤسس و مالک شرکت فورد است که خودروهای این شرکت بسیار معروف هستند. این خواندم و حیات من و مبارزه منی مهاتما گاندی را خواندم و این آخران کتابی که خواندم کتاب نیلسون ماندلا است، راه طولانی به آزادی، که بسیار جذاب است. هرچند که خود این ماندلا این کتاب برای انگیزه دادن دیگران نوشته است، چه سرگذشت خود، مبارزه هاش، آرمان هاش و در مجموع زندگی نامه خودش نوشته است. ولی این برابری من اگر اشتباه نمی کنم یا از حد زیاد نمیگذارم اگر بگم که برابری 50 کتاب موتیواسیونی میتواند به انسان انگیزه دهد، اشتباه نمی کنم اگر این حرف رو بزنم. خب بیا خب سری همین کتاب بحث کنیم که این کتاب ماندلا درباره خودش از کجا شروع میکند و آیا میگه که چرا دست به این اقدام داده است، نوشتن این کتاب داده است و چی میخواهد به اندیشه خود از نوشتن همین کتاب بزرگ و قابل خیلی حجما کلان. سبک این کتاب بسیار یک سبک ساده است و خواندنش بسیار روان است و خواننده را دلگیر نمی سازد و
اون خط نقلی که می رود، روایتی که می رود کنده نمی شود، حادثه ها پی هم نقل کرده می شوند و شخصیت ها مثلا بیجا ذکر نمی شوند. یعنی در موردی که کاری برجسته یا حادثه برجسته در موردشان می خواهد ماندلا مثلا در باره کسی نقل کند و مشخص و روشن است خلاصه. یعنی اینکه کسایی که مثلا در حیات او نقشی کمتر داشتن درباره اونا نقل نمی‌کند، تنها درباره کسایی نقل می‌کند که نقشی برجسته داشتن در حیاتش، یعنی در روند همین مبارزه‌های ماندلا در اطرافش بودن یا کارنمایی‌های شایسته کردن، درباره اونا نقل می‌کند. یعنی حرف و مثلا نقل‌های بیجا ندارد، دلگیر کننده ندارد. از این خاطر خواندنش بسیار روان است، سبک است و در عین حال بسیار پرمحتوا است. خلاصه قصه این کتاب، یعنی شروع این کتاب از آنجا است که ماندلا درباره تولدش نقل میکند و درباره قوم خود و قبیله خود، درباره خانواده خود، درباره کودکی های خود نقل میکند. بعد میگذرد به مرگ پدرش، بعد به تحت وراثت یا تحت پرستاری دوستی پدرش رفتن، بعد مکتبی میانه، مکتبی عمومی همگانی، مکتبی، بعد کالج، بعد از کالج بعد یونیورسیته، دانشگاه، بعد از دانشگاه ایام جوانی، بعد خلاصه پی همین میرد. بعد وارد شدنش به سیاست، به مبارزه ها، به تلاش ها و مثل همین. خلاصه ماندلا ماه ایولی سال 1918 تولد شده است و پدرش سرداری یا رئیسی دهه بود، بنا به همون هیرارخی منصب‌هایی که در آفریقای جنوبی موجود بود. خلاصه تا آمدن استیلاگران اروپایی، بنا به همون نظام موجودی که در آفریقا بود، پدر این منصبدار به حساب میرفت. ولی وقتی که ماندلا 7 ساله بود، پدرش را از منصب برکنار میکنند. یک منصبداری سفید پوست به خاطر اجابت نکردن دعوت پدری ماندلا را به حضور خود دعوت کرد. پدری ماندلا کاری را بهانه کرد و به حضور اون سفید پوست نرفت و همین دسته کرده پدری ماندلا را از منصب برکنار کردن و زندگی اینها، زندگی خانوادگی اینها از جهت مادی کمی پیچیده‌تر و مرکب‌تر شد. و ماندلا میگوید که پدری من 4 همسر داشت و این خود ماندلا از همسری سوم به دنیا آمده بود، تولد شده بود، اما خاطراتش از پدرش بسیار برجسته است. هرچند که پدر در سن خیلی خردسالی ماندلا از دنیا می رود، همگی 10 سال داشت ماندلا که پدرش وفات میکند و با وجود همین هم از پدرش خاطرات نیک خیلی زیاد دارد. میگد که همون شهامت و طرز سخنرانی و دیدگاه های پدرم به طرز ارثی به من گذشته است. بسیار یعنی به نکی یاد میکند، بسیار خاطراتش خوب و شیرین دارد از پدرش. به چی خاطر همین حیات در افریقای شرقی چنین صورت گرفت؟ یعنی ماندلا به وجود آمد، این مبارزه ها به وجود آمد. در عصر 14 در اروپا یک وبای همهگیر پدید آمد که در بعضی از جاها قریب 50% اهالی وفات کردند، از این وبا مردند. از یک طاعون بسیار همهگیر آمده بود که مردم زیاد را تلف داد. یعنی از این بیماری ففتیدن مردم زیاده. خلاصه در نتیجه این وبا طلبات به نیروی کاری زیاد شد و اون فئودال‌ها و ثروتمندایی که بودن صاحبای زمین‌ها، صاحبای برخی از کارخانه‌ها، اونا به نیروی کاری زیادتر نیاز پیدا کردن و دهقانا یا کارگرا از یک، یعنی خلاصه به پول زیاد خریده می شدن و این باعث شد که خلاصه قدرت سرمایه‌داران، قدرت فئودال ها، قدرت ثروتمندان زیر سوال رود و کم کم نسیم آزادی ورزد و دولت های اروپا، مثلا جامعه های اروپا قدم به قدم به سوی آزادی روند، به سوی مثلا لیبرالیسم و باز شدن جامعه ها و این در نتیجه
آزادی بیشتر، اختراع بیشتر، مادیات زیادتری را به وجود آورد و دولت‌ها و حکومت‌ها زیادتر قدرت گرفتند و در نتیجه به کشورکشایی‌ها یا استیلاگری‌های زیاد دست دادند. مثلا رفتن اون طرف امریکا را، قطعه امریکا کشف شد، آمدن تا هندوستان رسیدن، استرالیا، زلاندیای نو، فیلیپین، چین، هند، افریقا و به اینجاها آمدن رسیدن توسط راههای آبی. بعضی از سرچشمه‌ها میگن که اولین سفیدپوستان در ماه اپریل سال 1652 وارد افریقا شدند و اون زمین‌های هموار سیرحاصل دیدن، حاصل دهنده دیدن و از کانهای طلا، کان الماس اینا مثلا درک پیدا کردن که این سرزمین‌ها سرشار از طلا و الماس و مثلا زمین‌های همواری حاصل خیز داشتن. تا زمان تولد نلسون ماندلا قریب 300 سال، 3 عصر بود که حکومت میکردن، مردم محلی را استثمار میکردن، خلاصه ثروت‌های طبیعی را صاحب میشدن و مردم محلی مثل غلام بودن، تحت نظارت سفیدپوستا بودن. خلاصه تمام آزادی ها را از دست داده بودن. خلاصه به مثل یک غلام از اونا سوء استفاده میشد. حتی کار به جای رسید که سفیدپوستان در میانه های عصر 19 در سالهای 1860 از هند نیروی کاری وارد کردن، نیروی کاری ارزان وارد کردن و برای مثلا زیادتر ثروت به دست آوردن، جمع آوردن. خلاصه در چنین شرایط ماندلا به دنیا آمد. در زیر ظلمی 300 ساله‌ای که ملت وی تجربه میکرد. همیشه به او تلقین میکردن که از سفیدپوستا به نیکی یاد کند. به نیکی یاد کند. خلاصه در حق اونا گپای ناروا نگوید و مثل همین میدانست. سفیدپوستا همین گونه مناسبت میکرد. بی خبر بود که با خلق اون، با ملت اون چه مناسبتی ناروایی انجام دادن سفیدپوستان. یعنی در مجموع در زمان ماندلا سفیدپوستا 3 میلیون بودند و مردم آفریقای جنوبی 13 میلیون. یعنی یک اقلیت 3 میلیونه، 13 میلیون آفریقایی سیاه‌پوست صاحبان اصلی اون سرزمین اداره میکردن و مثل غلام استفاده میبردن و حقوقهاشون رو محدود کرده بودن و ثروت‌هاشون رو غصب میکردن. مردم آفریقا یک عادت داشتن که پسرها رو در سن 16 سالگی، مثل که ما ختنه میکنیم کودک‌ها رو، پسر بچه‌ها رو در خردسالی، اونا در 16 سالگی ختنه میکردن. ولی یک مراسم بسیار طولانی بود و بسیار با حشمت انجام میشد و مثلا ماندلا با همراهی همسالان دیگرش خلاصه ختنه میشوند و در مراسم بعدی که اونا مثلا اون زخم تداوی میشود و زخم گم میشود، بعد یک مراسم جنبستی میشود. اون مراسم هم بسیار مراسم با شکوه است. برای اینا تحفه های تقدیم میکنند و یک از سخنرانی میکنند. و در همین مراسم، ولی ماندلا 16 ساله بود و در همین مراسم 16 سالگی ختنه سردار یکی از قبیله ها سخنرانی میکند، معروضه میکند و بار اول ماندلا در همین سخنرانی، در همین جمع آمد، در حق سفیدپوستا مثلا گپای با دیدگاه خودش، به باوری خودش در اون زمان گپای ناسزا میشنود و واقعیت میشنود که سفیدپوستا با اونو چیکار کردن. این سردار قبیله میگد، این سردار قوم میگد که در سخنرانی میگد که به این جوانها بینگرید، میگد اینا ما میگیم که اینا الکی جوان مرد شدن، وقتی ختنه شدن و مثلا به مرحله جوان مردی وارد شدن، اینا صاحب میراث میگردن، اینا حق و حقوق پیدا میکنن. البته در دایره همون چارچوبه حقوقایی که برای سیاه‌پوستا امکان داشت موجود بود. ولی ما خودمان و اینا رو فریب میکنیم. میان اینا جوانان با هوش بالا زیاد هستند، صاحب هوش مثلا هوش علمی و مثلا آگاهی دارن، جوان آگاه هستن. یعنی ظرفیتی عالم شدن، ظرفیتی سیاستمدار شدن، ظرفیتی صاحب ثروت زیاد شدن و این ظرفیت ها رو دارن. میتونن سرباز باشن، میتونن سیاستمدار باشن، میتونن سردار مثلا کشور باشن، ولی این مانعه هایی که سفیدپوستا برای ما ایجاد کردن امکانیت نمیدن که این جوانان شجاع و صاحب ظرفیت و
صاحبان اصلی این سرزمین به این مرتبه ها رسند. مثلا یک سخنرانی کرد و ماندلا میگه من هیجان زده شدم که چرا این نسبتی مثلا سفیدپوستایی که اخلاق اینها، مدنیت اینها، فرهنگ اینها از ما والاتر است و اینا برای ما مکتب ساختن و اینا برای ما فرهنگ آوردن، برای بیمارخانه ساختن، این مثلا چرا این سخنا رو میگه. ما اول میگه که درک نمیکردم ماهیت این حرف ها را، هرچند که مراسمی به بلاغت رسی ما بود میگه، ولی من از جهت ذهنی هنوز به بلاغت نرسیده بودم. خلاصه بار دوم این در کالج تحصیل میکرد در 21 سالگی 20 یا 21 سالگی تقریبا یک شاعری ملی را آوردن، شاعری افریقایی را آوردن برای سخنرانی کردن در حضور این دانشجوها و اون شاعرم در حضور بچه ها مثلا نوجوان ها یا جوان هایی که نو مثلا دانشگاهی هستند و حالا آگاهی زیادی ندارن، این شاعرم در حضور اونها از ظلم و ستم سفیدپوستا صحبت کرد و این بار بود که کم کم ماندلا به درک این ماهیت رسید که واقعا سفیدپوستا در حق مردم ما ظلم میکنن، حقوق ما رو پامال میکنن، ما رو استثمار میکنن، ثروت‌های ما رو میگیرن که حق حلال ما هست و باید کاری کرد. فقر، گرسنگی، بیخانگی، حتی میگه یک بالاپوش یا کاستیومی که از یک دوستش گرفته بود، میگه من 5 سال پوشیدم. با یک بار میگه در اتوبوس میرفتم، میگه یک جوان افریقایی در پهلوم نشسته بود و لباسهای اون شیک بود، دیدم که لب دامان کاستوم من میگه به لباس اون رسید، اون خودش جمع و جور کرد که از کاستوم من دور گیرد، چون که از حد زیاد فرسوده شده بود تو این حد بود و گیره در بیهای کاستوم زیادتر از خود متاع اصلی بود. چرا این گونه به تفصیل میخوام درباره زندگی نلسون ماندلا صحبت کنم؟ چون که در جامعه ما درباره این شخصیت بسیار یک اونها هم که آگاهی دارن بسیار آگاهی سطحی است و بسیار آگاهی خورد است، یعنی بسیار آگاهی کم است که میگن مثلا نلسون ماندلا یک شخصیتی بود در آفریقای جنوبی زندان شد، پیروز شد، زندان شد و پرزیدنت رسید. این گونه نیست که انسان زندان شود و 27 سال در زندان شد و از زندان یک بار بیرون شده و پرزیدنتی رسید. پشت این تلاش های زیادی بود تا زندان شدن مردک. مثلا این شخصیت سالهای طولانی مبارزه بود و آرمان ها داشت و ایده ها داشت و مثلا پیروزی و خوشحالی و سعادت مردم آفریقا رو میخواست و اینا بودن که این مردک به پیروزی رساندن و اراده این مردک بود، تحمل و صبر این مردک بود که این شخصیت بود که این مثلا برای محقق ساختن، برای عملی سازی آرمانهاش موفق گردانید. خلاصه این بود مثلا در همین یوهانسبرگ نلسون ماندلا نخست به حزب کمونیست راه می‌یابد و در جلسه های حزب کمونیست میرد اشتراک میکند، اما برنامه های حزب کمونیست برای ماندلا پسند نمی‌شود. بعدتر میگه من به این خلاصه رسیدم، به این نتیجه رسیدم که ایدئولوژی حزب کمونیستی به طور یک لخت از بیرون آمده بود، وارد شده بود و من شخصا اینو نمیخواستم. بر اساس فرهنگ و عادت‌ها و سنت‌های محلی من میخواستم یک حرکت سیاسی باشد که وارد آن شوم. و بعد از چند یکی از دوستای ماندلا او را با حرکت کنگره ملی افریقا آشنا می‌سازد و پیوستن ماندلا به فعالیت‌های سیاسی تقریبا از اینجا شروع می‌شود. در جای دیگر از کتاب میگه که من نمی‌دونم که خودم دقیقاً کدام روز، کدام ساعت، کدام ماه و کدام سال وارد سیاست شدم، چون که زندگی یک سیاه‌پوست در اون زمان در آفریقای جنوبی طبعاً با سیاست بود، نمی‌تونست که خودش از سیاست کنار گیرد. یک آفریقایی زاده میشد در بیمارخانه‌ای که مخصوص افریقایی‌ها بود. با اتوبوس از تولدخانه به منزل زیستش کودک انتقال می‌یافت که مخصوص افریقایی‌ها بود. در محیط زندگی می‌کرد که اونجا تنها افریقایی‌ها زندگی می‌کردند و به مکتبی می‌رفت که مخصوص افریقایی‌ها بود مکتب. یعنی تبعیض تا این حد بود که مردمی محلی صاحبان اصلی اون سرزمین از ثروت‌ها و از نعمت‌ها جدا کرده بودند، اجازت نداده بودند و همیشه به اونها تاکید میکردند که شما نوعی از دوم و سوم انسان ها هستید و لیاقت زندگی در شرایط بهتر ندارید
و این نوع برخوردی حکومت ملتگرایانه سفیدپوستا وادار کرده بود که تمام مردم افریقا سیاست زده باشند و همیشه شعارهای سیاسی تیان و شامل حرکت‌های سیاسی شوند. یا خب در همین 27 سال 28 سال که ماندلا در زندان بود چرا مبارزه قطع نشد؟ یعنی ارتباطش با جهان بیرون بود و همیشه ارتباط داشت. یعنی یک آدم وقتی که زندان میشد یک مشکلی به سرش میاد، دل سرد میشد، از راهش دست میکشد. فکر نمیکنید همین چیز یک نکته خیلی مهم بود در حیات همون مردم خودی ماندلا؟ ولی خود همین چه انتقال میدادن پیامشون، اندیشه‌شون و چه ارتباط داشتن با جهان بیرون؟ خلاصه خود حرکتی خود همین کنگره ملی افریقا پیش از نلسون ماندلا تأسیس یافته بود. یعنی الکی مردم به این نتیجه رسیده بودند که با این وضعیتی که دارند باید کاری کنند، باید مبارزه باید تلاش کنند تا به حق خود رسند. این حرکت پیش از تولد ماندلا تأسیس شده بود. در زمان کودکی و نورسی ماندلا وجود داشت. در حیات مثلا در زمانی به بلاغت رسیدن ماندلا وجود داشت حرکت، و در زمانی در زندان بودن ماندلا هم حرکت وجود داشت. یعنی ماندلا تنها نبود. در واقع من میخواستم این نکته را ذکر کنم که شخصیت ماندلا و هر شخصیت‌های دیگر چرا موفق شدند. چون که اونها آرمان‌های بزرگتر داشتند و در مسیری که حرکت میکردن انسان‌های زیادی دیگری بودن در اطرافشون که این آرمان‌ها را قسمت میکردن، یعنی با این آرمان‌ها راضی بودن و برای این آرمان‌ها تلاش می‌ورزیدن. ماندلا پیش از آن که زندانی شود تلاش‌های زیادی کرد. با کشورهای شمال افریقا مثل تونس و مثل الجزایر و مراکش اینجاها سفر کرد، مبلغ و کمک‌های نظامی دریافت کرد و ارتباط با مردم خیلی زیاد داشت. به گوشه های کشور سفر میکرد، سخنرانی میکرد، مردم رو دعوت میکرد که برای حق و حقوق خود تلاش ورزند و حق خود صاحب شوند از این سفیدپوستای اقلیتی که تبعیض نسبت اونا رو دیدند. و این تلاش ها بود که زمانی که ماندلا در زندان بود حرکت از پا نیفتاد و دوام کرد. و ما از همین حرکت و تلاش هایی که در بیرون از زندان جریان داشتن باعث آزادی رهایی ماندلا از زندان شدند. اندیشه‌های زیاد دیگری در مورد همسر ماندلا و خانواده‌اش است. چیزی در این باره میگوید ماندلا درباره همسر و دخترانش؟ بله، ماندلا 2 مرتبه ازدواج کرده بود ولی چند مرتبه دیگر عاشق شده بود. بار اول در مکتب ابتدایی در مکتب همگانی تحصیل میکرد. یعنی خلاصه تحصیلات، فرهنگ و نظامی سیاسی اجتماعی در آفریقای جنوبی همه نظام بریتانیایی بوده. یعنی بر اساس نظام بریتانیایی زندگی میکردن و تحصیلات اینا هم مثلا از اون چیزی که در کشورهای ما معمول است فرق میکند. مکتب ابتدایی است، بعد مکتب همگانی است، بعد کالج است. خلاصه این میرد و در مثلا بعد از 16 سالگی که به مکتب همگانی راه یافته بود ماندلا، ولی اونجا با یک دختری که عاشق میشود و خواهر این دختر ضدی عشق این 2 نفر بود، ماندلا و خواهرش. مثلا نمیخواست اینا را، چون که ماندلا را یک بچه دهاتی میدونست، یک بچه بی فرهنگ و بی مدنیت میدونست و نمیخواست که خواهرش با مثلا ماندلا یک جا باشد و خدای نکرده در آینده با هم ازدواج کنند. و در خانه شان یک مهمانی تشکیل میکنن، غذای نصف روز، و ماندلا را دعوت میکنن. و ماندلا که با چمچه و کارچه اصلا غذا نخورده بود، نمیدونست طرز استفاده اینا را، برخستانه این دختره که ضد رابطه خواهرش با ماندلا بود در سر میز ماندلا چمچه و کارد میگذارد و ماندلا نمیدوند که چگونه اون غذا را تناول کند و خواهرش بعد میبیند که ماندلا عاجز مانده است در خوردن این گوشت مرغ. و مثلا اون دخترک به خواهرش اشاره میکند که دید من نگفتم که این بچه دهاتی است، خلاص تو به این به کجای نمیرسی. خلاصه این یک بار عشقش ناکام میشد. بار دوم وقتی که در شهر در مونیاخسنبورگ بود با دختری که از آدمان برجسته که از افریقایی های سیاه‌پوست برجسته عاشق می شود، نمیدوند که چگونه عشق خود ابراز دارد بیان کند و خیلی طول می دهد. بعد در نهایت اون دخترک ازدواج میکند. خلاصه اینا به جایی نمیرسد
و بار سوم الکی وارد سیاست شده بود. الکی در جلسه های کنگره ملی افریقا اشتراک میکرد. در اونجا با یک دختری که بسیار زیبا شناس میشد، با او ازدواج میکند. چند سال با او زندگی میکنند. در نهایت این همسری نخستین ماندلا با دیدگاه های سیاسی ماندلا کنار نمیبیاد و اونا از هم دیگر جدا میشوند. یک پسر هم فکر از این داشت که بعدا کشته میشد در این مبارزه. در یک تصادف اتومبیلی کشته میشود. خلاص این پسر با گذشت چند سال بار دوم ازدواج میکند ماندلا و این همسری دومش بسیار صادق میماند و در تمام طول سالهای زندان به دیدار بینی ماندلا میرود. هرچند که شرایط زندان بسیار شرایط سخت بود. اون شرایطی که ماندلا در زندان نگهداری میشد زندان یک عمره بود و در 6 ماه یک مرتبه همسرش حق داشت که به دیدار بینیش بیاید یا مکتوب نویسد و مثل این. ولی با وجود همین صداقت حفظ میکند همسر تا از زندان بیرون شدن ماندلا راهپایی میکند. ولی در نهایت از همسری دومش هم جدا می شود. اما نمیگد که سبب این جدایی چی بود. میگن مشکلات زیاده بود، بحران خانوادگی بود. دقیقاً نمیگد که سبب اصلی چی بود که اینا از همسری دوم. یعنی مرد در زندان یک عمره بعداً پرزیدنت یک کشور و شخصیتی با نفوذ جهانی هم مکافات نوبلی، یعنی یک نفری که ما همین خودش علاقه دیگر موتیواسیه وقتی که انسان همه چیز از دست میده و یک زندان یک عمره میشه و ببینید در یک حالت دیاس ناامیدی قرار میگیرد، ایستادگیش او را با چه پریزی میرسوند. یا خب یک سوال دیگه من میخوام به شما بدم، مثلا اگر ما همین دو کتاب مقایسه کنیم، مثلا مهاتما گاندی و نیلسون ماندلا تجربه، ما گفتیم که کتابای ترجمه حالی در اینجا مبارزه خیلی آرام است، بدون خشونت است، بدون سلاح است، ولی چرا در مبارزه های ماندلا ما اینقدر خشونت ها را میبینیم و قبل امروز ترور ها را میبینیم؟ اگر از دیدگاه امروز نگاه کنیم خودش در این باره چی میگه؟ چرا اینقدر خشونت بار بود مبارزش؟ دیگر این امکان نداشت که با راهی که ماندلا از راه آرامتر درست‌تر میرفت. ما دو نمونه داریم در اینجا. اولا میگید که کدام نمونهش بهتر است به فکر شما در مبارزه خیلی هم از نگاهش میاد خواننده؟ خب این به این سوال شما ماندلا دقیقاً پاسخ داده است. یعنی پاسخ بسیار روشن و دقیق داده است. حتی نام مهاتما گاندی را هم ذکر میکند و حرکتی او را هم ذکر میکند. من قضاوت کرده نمیتونم که کدام از این حرکت ها درست هستند. ماندلا میگه که کسایی که درباره اقدام سیاسی از روزنامه ها و مجله ها خبر میخوانند قضاوت میکنن که این کار درست بود، اینش نادرست بود. ولی شما وقتی در میدان مبارزه هستید فرصت زیادی برای اندیشه کردن ندارید، باید زود تصمیم گیرید وگرنه محو میشوید یا مثلا باخت میکنید و غیره. تصمیم ها بسیار سریع گرفته میشوند. اون مثلا منقدای هستن که از رسانه ها خبرهای سیاسی رو میخوانند و قضاوت میکنند. همه کسایی که در سیاست وارد هستند عملا اونا برای قضاوت کردن، برای از دید مثلا دیگران تصمیمی درست گرفتن فرصت زیادی ندارن. و همین خاطر بنا به قول خود ماندلا قضاوت کردن که حرکتی کدام درست‌تر بود برای من دشوار است. در نهایت امر تلاش‌های هر دو برای پروژی رسیدن به سعادت رسانیدن مردم بود. هرچند که از دید امروز هم ماندلا و هم مهاتما گاندی میتونستند با تمغه تروریسم و تندگرا و اکستریمیسم معرفی شدن، خائن ملت و دولت اینا مثلا زندانی شوند و حتی در دوره حیاتشان شدن به همین ویا شدن، به همین دیدگاه. ماندلا در ابتدایی که وقتی بازداشت کردن سال 1962 پرونده جناییش همین بود که سوی قصد به دولت کرده است، زیر دولت خیست است، به همین بله تروریسم بود. اگر که مثلا برای مفتش برای عیبدار کننده دولتی اثبات کردن جرمی این بازداشت شده ها، جرمی تروریسم و اکستریمیسم بسیار دشوارتر بود یا خیانت به دولت بسیار دشوارتر بود. ماده پرونده اینا رو تغییر دادن، اینا رو گفتن که شما خلاصه سوءقصد به دولت کردید، خیانت نیست، سوءقصد به دولت کردید. و در نهایت این مثلا اثبات زیادی رو طلب نمی‌کرد، مدرک زیادی رو طلب نمی‌کرد و با همین ماده بندوبست کردن پرونده اینا، عیبنامه اینا رو و حبس یک عمره شد. اول قتل می‌خواستن که توسط حلق‌آویز کردن، اینا دارشون بزنن، بعداً حکم ابدشون دادن. حکم ابد زیر فشار جامعه بین‌المللی اینا رو حکم ابد دادن. نیلسون ماندلا میگه که از سال 52 وقتی که من دیدم که
حکومت نژاد پرستانه افریقای جنوبی مایل به گفتگو نیست و اون حکومت اپارتاید سر قدرت آمد و اون مثلا قانون‌های نانوشته‌ای که تا این زمان طول 300 سال در جامعه بودند و مثلا یعنی اساس حقوقی نداشتن اما در جامعه بودن، اینا گرفتن همون قانون‌ها را، همون تبعیض‌ها را قانونی ساختن. گفتن که ما صاحبان اصلی این، ما حق اساسی این سرزمین ما داریم، حرف باید حرف ما باشد، فرهنگ ما باشد، مدنیت ما باشد، مردم افریقا باید که خدمتگار ما باشن، اونجایی که ما نشان دادیم باید در همونجا زندگی کنن و کارهایی را که ما امر میکنیم اونها را انجام دهن و خلاصه تحصیلات محدود باید داشته باشن و مثل اینا رو گرفتن همش قانونی کردن تا سال 1952. البته این کارها بود، اما وقتی که این حکومت اپارتاید سر قدرت آمد، یعنی یک قسمی از دیگری همون سفیدپوستا حکومت گرفتن. البته اونجا چند حزب سفیدپوستا، چند حزب بود که در میدان سیاست بودند و به نوبت دولت اداره میکردن. این دفعه اپارتاید سر قدرت آمد و این گونه قانون‌های بسیار ظالمانه و شدید رو سر آمد، یعنی مثلا جایگزین کرد. خلاصه بعد از این ماندلا میگه که دیگر امکانیتی به طور مسالمت آمیز مبارزه بردن، یعنی خودش ذکر میکنه نکته که دیگر نبود که ما باقی نموند. میگه ولی من به رهبریت کنگره ملی افریقا پیشنهاد کردم که ما باید که مثل خودشان مبارزه بریم. در ابتدا کارپرتایی میکردن، در ابتدا نافرمانی میکردن، خلاصه به این کارا دست میزدن، ولی دیدن که این دیگر نتیجه نمیتید. ماندلا میگه که بر اساس نظریه های سیاسی نمیشود زید یک نظامی که خودکامه است، بر اساس نظریه های سیاسی قدرت، بر اساس نظریه های سیاسی رفتار نمیکنه، نمیشه زید این مثلا مبارزه بود و از حق این مردمی واقعا صاحب این مکان و این سرزمین حمایت کرد و این مردم رو به سعادت رسانید. مردمی زجر دیده و ظلم دیده ای که 300 سال تحت ظلم بودن، نمیتونه اینا رو مثلا از این ظلم آزاد کرد و پیشنهاد میکند به مبارزه نظامی. بله. از این برمیاد که هر کشور شرایطی خودش داشت، وگرنه اگر همین مثبت هم با مردم هندوستان میکردن، ولی چون گاندی شد همون شرایطش، همون منطقه شد، دیدگاهاش و دینش باوراش به این بود فرق میکرد. یعنی نمیشه تجربه گاندی رو ما گیریم در تجربه مثلا در آفریقای جنوبی اگر بکنیم. ماندلا میگه که حکومت هندوستان از نظام آفریقای جنوبی فرق میکرد. به چه خاطر؟ در هندوستان به هر حال حکومت دوراندیشتر بود و اون ظلمی که مردم آفریقای جنوبی داشتن مردم هند نداشتن و اونجا مبارزه مسالمت آمیز میتونست نتیجه گیرد و نتیجه هم داد، اما در آفریقای جنوبی این نتیجه نمیداد، چون که تا این زمان بسیاری از رهبران کنگره ملی آفریقا را زندانی کرده بودند و بسیاری ها در زندان افتاده بودند و خشونت از جانب حکومت زیاد رخ میداد و ماندلا مجبور شد که با رهبران اون کنگره پیشنهاد کند که دست به مبارزه مسلحانه زنند. خلاصه اینا را مثلا این حرکت ممنوع کردن در سالهای من بعد و رهبران زیادش را، حتی مثلا فعالان زیاد این حرکت بازداشت کردن و زندانی کردن. وقتی که به ماندلا پیشنهاد کردن که فشارهای جامعه جهانی زیاد شد، مبارزه مردم در بیرون زیاد شد و حکومت عقب نشینی کرد، به ماندلا پیشنهاد کردن که ما شما را از زندان آزاد میکنیم در عوضی اینکه شما دیگه مبارزه سیاسی انجام نمیدید، دست کشید از سلاح و از جنگ. ماندلا گفت که شما منو به جرم عضوی این کنگره بودن و صادر کردن این حرکت ها زندانی کردید. چگونه میشد که شما این حرکت ممنوع اعلان کردید ولی منو مثلا همچون عضوی این حرکت آزاد میکنید؟ نخست شما این حرکت از روی خط حرکت های ممنوع خارج کنید، بعد من پیشنهاد آزادی رو قبول میکنم. یعنی با همین شرط ها، یعنی شرط گذاشت، بعد از زندان رها شد. من یک جای دیگه شو میخواهم نقل کنم. روز 9 فوریه، خلاصه روز 2 فوریه سال 1990 پرزیدنت وقت آفریقا که سفیدپوست بود در یک معرکه رسمی اعلان کرد که کنگره ملی آفریقا دیگر حرکتی تندگرایانه نیست و اینا بیگناه هستند. هر کسی که عضو این حرکت است، هر کسی که در زندان است، اینا
بیگناه هستند. و 9 فوریه رسا یک هفته بعد به ماندلا پیشنهاد کردند که شما آزاد میشوید. ماندلا گفت که من نمیبرم، در این روز مثلا میتواند که بی ترتیبی و خرج و مرج به وجود بیاید. من امروز از زندان بیرون نمیشوم. در شرایط خاص میخواهم که طرفداران من آمادگی خوب بگیرن و با خرج و مرج راه داده نشود بعد از زندان خارج شوم. 27 سال در زندان نشسته است. در روزی که پیشنهادش کردن که میتواند آزاد بیرون شود از زندان قبول نکرد، چون که اون مثلا اصولهای خودش داشت و مسئولیت داشت. بله. مثلا میفهمید بیرونش، ولی در هر صورت شرایط برای اون مهیا کردن و بعد از زندان بیرون شد و در نهایت بعد از 4 سال به پرزیدنتی رسید و مثلا ماجراهای دیگرش بسیاری مردم میدونن که چی بود. یعنی این کتاب ها مثل همون فیلم هایی که آخرش به خوبی انجام میشد، ولی این دیگر فیلم نیست، این دیگر مثلا قصه و داستان است، یعنی حادثه و واقعه های ریالی است که در این کتاب ثبت شدن و جذابیتشون هم از همین لحاظ است. خب سوال آخر این است یعقوب که بعضی ها به خواندن چنین کتاب هم ضد هستند، مثلا مثل تجربه ماندلا مثلا از گاندی حمایت میکنن در عصر امروز، ولی میبینیم که هیچ تغییر نمیکنه در دنیای امروز هم، ولی از ماندلا میگن این گونه کتاب ها را مثلا بعضی جوانان بعضی گروه نخونن. نظر شما چی است در این موضوع؟ میگن بجای این مثلا گنری فورد، استیو جابز یا مثلا اورن بافت، اینایی که در بخش اقتصادن و در بخش مثلا نظام سرمایه‌دار اینا رو بخونن و از این گونه کتابا کمتر مطالعه شد، شاید در بعضی کارا سخت‌تر هم باشد مطالعه این کتابا. نظر شما چی است و چرا چنین برخورد میکنن با چنین کتابای ترجمه حالی؟ من گمان نمیکنم شخصا مطالعه کردم این کتاب هیچ انگیزه‌ای مثلا دست به خشونت و این کارا در ذهن من به وجود نآمد از خواندن این کتاب. من گمان میکنم ترس بعضی‌ها بی‌جا است. اینجا نه تنها درباره مبارزه خشونت آمیز نقل کرده است ماندلا، بلکه به سعادت رسانیدن یک ملت نقل کرده است که چگونه ملت، بله این مهم است، یک ملتی که صاحب واقعی اون سرزمین بودن، 300 سال زیر ظلم بودن، بیشتر از 300 سال در سال 1990 اگر این حرکت این مثلا قانون‌های تبعیض‌آمیزی افریقای جنوبی بیکار شده باشد، بیشتر از 300 سال میشد، قریب 350 سال این مردم زیر ظلم بودن. دقیقاً از کلمه ظلم و ظالمان استفاده میکند ماندلا در برابر اون سفیدپوست‌های اقلیتی 3 میلیونی که این مردم زیر استثمار داشتن، از همین واژه‌ها استفاده میکند. ما مظلوم بودیم میگه، این مردم سفیدپوست ظالم بودن، ولی با وجود این که سری قدرت رسید، همه مثلا وسیله های فشنگ در اختیار داشت، وسیله های مجبور سازی را در اختیار داشت، اما قصاص نگرفت، اما یک بخشش عمومی اعلام کرد و برای زجرهایی که خودش کشیده بود از هیچ سفیدپوست انتقام نگرفت. مثلا بزرگی این مردک در همین است، بزرگی همین گونه شخصیتایی که ماندگار شدن مثل ماندلا و گاندی همین است که اومدن گفت شما وقتی پیروز شدن و پیروزی رسیدن از هیچ کس انتقام نگرفتن. هیچ میتونه برای یک جوان، برای یک نفری که در راه مبارزه است، در راه اندیشه است، یک نمونه باشه. برای اونها مهم محقق ساختن این آرمان هاشون بود. نه چیز شخصی نیست، به این باید یعنی غرض‌های شخصی نبود، غرض‌های عمومی بود، غرض‌های ملی بود و سعادت ملت می‌خواست و به همین نتیجه رسیدن. نه تنها این که مثلا یک جوان از مبارزه های این عبرت میگیرد، بلکه از مبارزه با نفس خود میتواند عبرت گیرد. ماندلا پیش از اون که یک شخصیت باشد، یک رهبر باشد، مثلا اهل مطالعه بود، مطالعه خیلی زیاد داشت، آگاهی خیلی زیاد داشت، همیشه حریص بود در آموختن علم، کمک کردن به مثلا بیچاره ها و فقیرها، حمایت کردن از حق و حقوق دیگرها. مثلا میتونه اینو در وجود انسان برانگیزد که یک شخصیت چگونه میتواند به درجه برجستگی رسد که تمام حیاتش وقف همون ملتش کنه، کشورش نه سرزمینش کنه، ملتش کنه. بله. خیلی با برنامه شما دید یعقوب، یک صحبت جالب و شیرین بود. در آخر صحبتتون خلاصه کنه و برنامه کتابخوان رو به انجام برسونید. خلاصه من این است که هر کتاب ارزش خواندن رو دارد و از جمله سرگذشت یا مثلا زندگی نامه نیلسون ماندلا. این کتاب با دست خود ماندلا نوشته، با قلم خود ماندلا ایجاد شده است و باعث عبرت است. مثلا دیدگاه یک انسان وسیع‌تر می‌سازد و حتما که از فایده خالی نیست.
توصیه میتونم که به جای اون کتابایی که چگونه ثروتمند شویم، چگونه صبح بر وقت خیزیم به همه چی برسیم، با این بر عوض اون کتاب‌ها میتونن این کتاب‌های مثلا درباره زندگی نامه‌های شخصیت‌ها رو خونم، مثل هنری فورد و ماندلا و گاندی و دیگرایی که اینا مثلا نمیگن که شما فلان کار کنید با موفقیت میرسید، بلکه میگن که من فلان کار کردم با موفقیت، یعنی نشان میدن، نمیگن نقل نمیکنن، بلکه نشان میدن توسط تجربه شخصیشون که چگونه با موفقیت و این کتاب رو این تجربه رو میلیون آدم دیدن، یعنی نمیتونه دروغ بگن، یعنی آدمایی که در این معاصراشون بودن حرف اینا رو تحلیل میکردن، مبارزه اینا رو میدیدن و حرف شما درست است که از تجربه هاشون گفتن و چیزای واقعی را گفتن، یعنی چیزی که خودشون کردن و با اینم تاکید میکنن که این راهی ما است، ممکن شما یک راه دیگر دارید برای رسوندن ملتتون و کشورتون به سعادت. نمیدونم کدام شاعر این شعر را گفته است، میگوید که زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست، مثل یک صحنه هنر است، میگه که اینا هم یک هنرمندای خوب بودن در این صحنه، میگه زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست، هر کسی آید و نغمه خود خواند و از صحنه رود، صحنه پیوسته بجاست، خورمان نغمه که مردم بیست و پارند بیاد. واقعا اینها بودن که این گونه شخصیت ها بودن در دنیا که امروز ما درباره ارزش ها، انسان بودن، حقوق، تلاش به آزادی و تغییر در جامعه ها فکر میکنیم. بار دیگر با برنامه خوش آمدید. این برنامه کتابخوان بود. تا برنامه آینده در حفظ و پناه خدا باشید. خدا یار و یاورت.